به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه در این نوبت هم تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. با عنایت حق در این برنامه به طرح و بررسی یک گرایش معنوی میپردازم که در جهان مدرن امروزه در بین جوانان به ویژه از محبوبیت زیادی برخوردار هست. این گرایش معنویت بدون مذهب هست یا اونچه که در زبان انگلیسی spiritual but not religious نامیده میشه. همه شواهد و قرائن هم حکایت از این دارن که این گرایش جدید معنوی در آینده هم رشد بیشتری خواهد داشت. قائلان به این گرایش میگویند که ما معنوی هستیم اما مذهبی نیستیم. معنویتگرا هستیم اما دیندار نیستیم. بنابراین دیدگاه برای اینکه یک کسی اخلاق مدار باشه، رفتار اخلاقی داشته باشه، معنویتگرا باشه، هیچ نیازی نیست که دیندار باشه. میتوان معنوی بود، اخلاقی بود بدون اینکه پیرو هیچ یک از ادیان رسمی و سنتی رایج مثل اسلام و مسیحیت بود. به عبارت دیگه معنویت و اخلاق امری جدای از دین هستند. معنویت و اخلاق یک حوزه متفاوت با حوزه دینداری هستند. مطمئنم که شما این دعوی رو از جوانان خودتون و اطرافیان خودتون هم شنیدید. ببینید، قبل از قرن 19 و 20 میلادی معنویت و دین علل عموم یک حوزه واحدی تلقی می شدن. یعنی تلقی رایج حتی در بین عالمان این بود که کسی که مذهبی هست معنوی هم هست و برعکس اون کسی که میخواهد مذهبی خوبی باشه باید یک انسان معنوی هم باشه. لذا این دو یک حوزه واحدی تلقی می شدن. اما رفته رفته کسانی که از مذهب و نمایندگان رسمی مذهب یعنی روحانیون سرخورده شدن، این رابطه استلزام منطقی بین معنویت و مذهب رو زیر سوال بردن. حرف اونها هم این بود که ما به وضوح و به روشنی در اطراف اون میتوانیم کسانی رو ببینیم که بسیار پایبند به احکام دینی هستند، باورها و اعتقادات دینی متسلبی دارند و اصلا خیلی هم متعصب هستند، اما در عین حال اعمال و رفتارشون اصلا رنگ و بوی اخلاقی نداره. آدم‌های معنوی نیستن و برعکس کسانی رو هم می‌بینیم که اینها رفتار اخلاقی دارن، یک روح لطیف معنوی دارن، اما در عین حال به هیچ دینی پایبند نیستن، هیچ گونه اعمال و شعائر و مناسک رسمی دینی رو هم انجام نمیدن. امروز در جهان غرب بسیاری از افرادی که چنین باوری دارند، چنین رویکردی دارند رو معنوی و نه مذهبی مینامند. spiritual but not religious. در جامعه خود ما هم همواره کسانی که چنین رویکردی رو داشتن کمابیش میشده پیدا کرد. البته دیدگاه‌های اونها، نظام فکری اونها خیلی هم تئوریزه و سامان یافته نبوده، اما به هر حال حرف‌های این چنینی زده میشده. فی‌المثل وقتی که کسی میگوید دل شما پاک باشه، نیازی نیست که نماز و روزه اقامه کنید، همین معنا رو مراد داره. یا فی‌المثل اون جمله معروفی که سعدی گفته عبادت جز خدمت خلق نیست، این حرف هم به هر حال کمابیش چنین معنایی رو افاده میکنه که معنوی ولی نه مذهبی ها میگویند. حالا البته مراد من این نیست که سعدی یک انسان دیندار نبوده، باورهای دینی نداشته، اما اگر این جمله او
که عبادت به جز خدمت خلق نیست رو در انزوا و بریده از سایر حرفهای سعدی بهش عطف نظر کنیم، کمابیش همون معنایی رو افاده میکنه که معنوی ولی نه مذهبی ها میگویند. لذا ما در فرهنگ خودمون هم چنین رگه هایی رو داشتیم. حالا البته من میخوام فراتر از این هم برم و عرض کنم که در جامعه ما مسلمان ها، عارفان و صوفیان ما آراء و دیدگاه هایی داشتند که از جهاتی هم شبیه به همین معنوی ولی نه مذهبی ها در جامعه مدرن هست و من انشاءالله در بخش پایانی این برنامه و همینطور در نوبت بعد با شرح و بسط بیشتری به این مطلب خواهم پرداخت. اما اجالتا میخوام اینو عرض کنم که هرچند در جامعه مدرن معنوی ولی نه مذهبی یک گرایش نو هست، یک حرف بدیعی تلقی میشه، اما در فرهنگ خود ما همواره ما یک تیپ فکری داشتیم که اساساً از جهاتی شبیه به همین معنوی ولی نه مذهبی ها بوده و اون تیپ فکری هم در تصوف ما و در عرفان ما بوده. لذا اصلا نباید ما تعجب بکنیم که چرا فی المثل عارفی همچون مولانا اینقدر در نزد معنوی ولی نه مذهبی های جامعه مدرن طرفدار داره و محبوب هست، چون که به هر حال به نحوی مولانا حرف دل اونها رو هم میزنه. اما اجازه بدید در ابتدای این برنامه من یک توضیحاتی خدمت شما عرض کنم درباره این گرایش معنوی ولی نه مذهبی. ابتدا پاره آمار و ارقام درباره جامعه آمریکایی رو اینجا مطرح می کنم تا ما با وزن اجتماعی این گروه جدید فکری بیشتر آشنا بشیم و بعداً توضیحاتی درباره شاکله افکار معنوی ولی نه مذهبی ها اینجا عرض خواهم کرد و مشخصاً انتقاداتی که اونها به دین رسمی و سنتی دارند و درکی که اونها از معنویت دارند و در انتها هم اگر فرصت بود یک توضیحاتی درباره تشابه عرفان و تصوف ما با پاره آراء و دیدگاه های این گرایش جدید معنوی توضیحاتی رو خواهم داد. اما اصل صحبت من درباره این تشابه در برنامه بعد مورد شرح و بررسی قرار خواهد گرفت. خب اجازه بدید پاره آمار و ارقام رو در ارتباط با وزن اجتماعی این گروه معنوی ولی نه مذهبی در جامعه آمریکا خدمتتون عرضه کنم. این آمار ارقام همگی توسط مؤسسه نظرسنجی بسیار معتبری در آمریکا عرضه شده، مؤسسه پیو ریسرچ سنتر. این آمار ارقام در وبسایت پیو ریسرچ سنتر هم وجود داره و من از شما دعوت میکنم که به این وبسایت مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری در ارتباط با مطالعات آماری این مؤسسه در ارتباط با علایق دینی مردم آمریکا اونجا شما میتونید پیدا کنید. در سال 2012 میلادی مؤسسه پیو ریسرچ سنتر یک مطالعه‌ای رو انجام داد برای سنجش علایق و پایبندی مردم آمریکا به دین. پاره از نتایج این نظرسنجی حکایت از این داره، به وضوح نشون میده که در رویکرد دینی مردم آمریکا یک تغییر و تحول بزرگی در راه هست. این تغییر و تحول رو باید جدی گرفت و اون رو نمیشه ازش عبور کرد، اون رو کنار گذاشت و جدیش نگرفت. بنابراین نظرسنجی جامعه آمریکا هنوز یک جامعه خیلی مذهبی هست. 58% مردم آمریکا میگویند که دین در زندگی اونها نقش مهمی داره. Religion is very important to their lives. این عدد، یعنی این 58%، یک عدد بسیار بالایی است برای
یک جامعه مدرن و پیشرفته. به خصوص اگه شما مقایسه کنید میزان علاقمندی مردم آمریکا به دین رو با سایر کشورهای پیشرفته و مدرن غربی در اروپا. من فقط برای اینکه اهمیت این مطلب آشکارتر بشه عرض میکنم خدمتتون که در فرانسه فی‌المثل فقط 13% از مردم میگویند که دین در زندگی ما نقش مهمی داره. در انگلستان 17%، در آلمان 21% و در اسپانیا 22%. پس بنابراین بدون شک و تردید جامعه آمریکا به لحاظ باور و علایق دینی مردمش در جهان مدرن، در جامعه‌های مدرن و پیشرفته امروزی یک تافته جدا بافته است. اما در عین حال تعداد کسانی که خودشون رو پیرو هیچ دین رسمی و سنتی شناخته شده ای هم نمی شمارند در آمریکا رو به افزایش هست و این نکته بسیار مهمی است. تقریباً 1/5 مردم، یعنی 20% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند وابستگی دینی ندارند، یا به تعبیر انگلیسی زبانها they are religiously unaffiliated. They have no religious affiliation. این میشه چیزی حدود 46 میلیون نفر از مردم آمریکا. 46 میلیون نفر از مردم آمریکا در این گروه قرار میگیرن که هیچ گونه علایق دینی ندارن، یعنی خودشون رو پیرو هیچ دین رسمی نمیشمارن. اما نکته مهمتر و حائز اهمیت این هست که جوانان در این گروه حضور برجسته تر و پررنگ تری دارند، حضوری برجسته تر از افراد مسن‌تر. 1/3 افرادی که سنشون زیر 30 سال هست در آمریکا در این گروه قرار میگیرن، یعنی علایق دینی ندارن. 1/3 جوانان، یعنی 33% جوانان آمریکایی پیرو هیچ دین و آیین دینی رسمی و شناخته شده ای نیستن، خودشون رو پیرو هیچ دین رسمی نمیدانن و این ارقام خبر از یک تحول بسیار مهم در رویکرد دینی نسل جدید در آمریکا داره و بدون شک و تردید این روند افزایش شتابگیرتری هم خواهد داشت، رشد شتابگیرتری هم خواهد داشت. دلیلش هم بسیار ساده است، بالاخره نسل بعد هم در دامان جوانان امروزی تربیت پیدا خواهند کرد. خب شاید در بادی امر این گونه به نظر برسه که جوانان آمریکایی به خداوند پشت کردند، به ایمان و امر قدسی پشت کردند، یا به تعبیر انگلیسی زبانها ایتیست شدند، خدا ناباور شدند، در حالی که اصلا اینطوری نیست. و نکته مهم هم اینجاست که این گونه نیست که این 46 میلیون نفری که علایق دینی ندارند، پیرو هیچ دین خاصی نیستند، ایتیست باشند، خدا ناباور باشند. 2/3 از این افراد، یعنی 68% میگویند که از قضا به خدا هم باور دارند. حتی 1/5 اونها 20% هم میگویند که ما هر روز دعا، عبادت و نیایش هم میکنیم. اما نکته ای که در این نظرسنجی برای بحث این نوبت ما بسیار حائز اهمیت هست این هست که 37% از کسانی که در این گروه قرار میگیرند که علایق دینی ندارند خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی میدانند. 37% اونها. به عبارت دیگه اونها میگن که we are spiritual but not religious. این میشه 7% مردم آمریکا. یعنی 7% مردم آمریکا امروز جزو این گروه معنوی ولی نه مذهبی هستند. اهمیت این 7% در چیه؟ این تعداد بیش از تعداد یهودیان هست، بیش از تعداد مسلمانان در آمریکا و همینطور بیش از تعداد ایتیست ها و خدا ناباوران. مؤسسه پیو ریسرچ سنتر یک مطالعه دیگری هم انجام داده که از قضا 2-3 ماه پیش
منتشر شد، یعنی در ماه می 2015 میلادی. این مطالعه هم بسیار حائز اهمیت است از این حیث که 35,000 نفر در این مطالعه آماری حضور داشتند که یک عدد بسیار بالایی هست، چون که در این گونه مطالعات آماری و نظرسنجی ها معمولا یک چیزی حدود 1000 نفر بیشتر حضور ندارن. اما در این مطالعه‌ای که اخیراً مؤسسه پیو ریسرچ سنتر انجام داده چیزی حدود 35,000 نفر در شرکت داشتن. کمابیش نتایج این نظرسنجی هم همونی هست که در 2012 هم پیو ریسرچ سنتر منتشر کرده بود. یعنی جامعه آمریکا هنوز کمابیش یک جامعه بسیار مذهبی هست، اما تعداد کسانی که علایق دینی ندارن در این جامعه رو به افزایش هست. و اما یکی از این ارقام رو مایلم اینجا ذکر کنم چون فوق العاده مهم هست. بنابراین مطالعه آماری در طی سالهای 2007 و 2014 میلادی، یعنی در این 7 سال، تعداد کسانی که خودشون رو مسیحی معرفی میکنن 8% کاهش پیدا کرده. یعنی به طور متوسط چیزی حدود 1% کاهش پیدا کرده تعداد کسانی که خودشون رو مسیحی معرفی میکنن و این برای اصحاب کلیسا در آمریکا یک زنگ خطر هست. به هر روی این نظرسنجی هایی که بنده اینجا ذکر کردم و نظرسنجی های مشابه کمابیش همه اونها حکایت از این دارن که یک گرایش جدید معنوی خلق شده، یک گرایشی که در آینده هم رو به افزایش خواهد داشت، گرایشی که خودش رو ممتاز میکنه از ادیان رسمی و سنتی جهان. ببینید ما غالباً تصورمون این هست که آدمیان رو میشه به 2 گروه تقسیم کرد. یک گروهی که اکثریت هستند و اونها خدا باورند و لذا مذهبی هستند و یک اقلیتی که خدا ناباورند و لامذهبند. در حالی که حرف من این هست و این نظرسنجی ها این رو نشون میده که ما یک گروه سومی، یک گروه بینابینی به این دو هم داریم، کسانی که خدا باور هستند اما پیرو هیچ دین رسمی و سنتی هم نیستند، کسانی که علاقمند به اتصال به منبع قدسی این عالم هستند، خواهان و مشتاق ایجاد ارتباط با خداوند هستند، خواهان یک زندگی اخلاقی و مذهبی معنوی هستند، اما در این حال به هیچ دین رسمی هم باور ندارند. اجالتا این آمار و ارقامی بود که مایل بودم در ارتباط با وزن اجتماعی معنوی ولی نه مذهبی ها در جامعه مدرن آمریکایی با شما در میان بگذارم. اما اینجا اجازه بدید که چون که من این تعبیر دین رسمی رو دارم به کار میبرم، یک تعریف اجمالی هم خدمتتون عرض کنم درباره دین رسمی، که وقتی که ما میگیم دین رسمی مرادمون چی هست، دین سنتی معناش چی هست. ببینید جامعه شناسان در زبان انگلیسی این دین سنتی و رسمی رو organized religion نامگذاری میکنن، یعنی دین به مثابه یک نهاد اجتماعی، یعنی دینی که به شکل رسمی و سازمانی پیدا کرده. این دین رسمی و سنتی یا organized religion دست کم 3 مؤلفه اصلی داره. مؤلفه اولش این هست که اصول عقاید فرمال و رسمی داره، یه باورها و اعتقاداتی که خیلی شکل متسلبی دارن و کماکان در همه اماکن مذهبی اونها همین اصول عقاید رسمی ترویج و تبلیغ میشن. حالا فی المثل در کانتکست اسلامی گفته میشه که اصول دین توحید، نبوت و معاد هست،
شیعیان میگویند ما یک اصولی برای مذهب خودمون داریم که عبارتند از عدل و امامت هست. اجالتا اینها یک اصول عقاید رسمی و فرمال هستند. این اولین مؤلفه دین رسمی است. مؤلفه دوم آداب، مناسک و مقررات شرعی فرمال و تدوین شده هست. باز در کانتکست اسلامی مثل نماز، روزه، زکات، حج، اموری از این قبیل. سومین ویژگی، سومین مؤلفه دین رسمی وجود یک دستگاه بوروکراتیک و اداری است که رهبری دین و رهبری دینداران رو به دست داره و اون نظام روحانیت هست و شاید این مهمترین ویژگی دین رسمی باشه. نظام روحانیت یک دستگاه بوروکراتیک هست، یک دستگاه اداری هست، نه چندان متمایز و متفاوت با سایر دستگاه‌های اداری و بوروکراتیک در اجتماع. نظام روحانیت هم سلسله مراتب داره، هم آیین‌نامه داخلی داره، مقررات ویژه خودش رو داره، مثل همه نهادها و سازمان‌های بوروکراتیک در اجتماع. اجالتاً دین رسمی یا دین سازمان یافته organized religion به پیروان خودش، قائلان به خودش، یک هویت ویژه‌ای میده، special identity. یعنی اون اصول عقاید رسمی، اون احکام و مناسک رسمی، اون نظام روحانیت به پیروان خودش، به پیروان اون دین رسمی یک هویت ممتازی رو ارائه میده، یک هویتی که اون افراد رو متمایز میکنه از سایر آدمیان در اجتماع. خب اجالتا این معنی دین سنتی است که در این برنامه من مرتباً به کار خواهم برد. خب اینجا البته یک سوال بسیار مهمی وجود داره و باید طرحش کرد و در مقام پاسخگویی به اون برآمد و اون سوال مهم این هست که چرا این کسانی که خودشون رو معنوی ولی نه مذهبی مینامند به دین رسمی پشت میکنن در حالی که خدا باور هستند؟ چرا دین رسمی برای این افراد هیچ گونه جذابیتی نداره؟ اونها در دین رسمی چه نقصانها، چه خللها و چه کمبودهایی پیدا میکنن؟ چرا اینهایی که خدا باورن، اینهایی که معنویت گرا هستن، اخلاق مدار هستن، از دین گریزان هستن؟ این سوال فوق العاده مهمی هست. اجازه بدید چند دقیقه‌ای در ارتباط با این سوال توضیحاتی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید شما اگر که به نوشتارها و گفتارهای قائلین به این گرایش جدید، یعنی معنوی ولی نه مذهبی، رجوع کنید، من فکر میکنم دست کم 4 انتقاد اصلی رو میتونید پیدا کنید. 4 انتقاد اصلی که اونها به دین سنتی و دین رسمی دارن و این 4 انتقاد اجالتاً ریشه بیعلاقگی و بیاعتمادی اونها به دین رسمی هست. اجازه بدید این 4 تا انتقاد رو توضیح خدمت شما در مورد اونها عرض کنم. انتقاد اول، در دین رسمی تأکید مفرطی بر باورها و اعتقادات میشه. به عبارت دیگه دین ورزی محدود میشه به باورها و اعتقادات متسلب. یعنی در مساجد، کلیساها از دوران طفولیت بچه ها شستشوی مغزی داده میشن و یک باورهای متسلبی در ذهن اونها قرار داده میشه و اجالتا دینورزی رو در این اذهان مساوی قرار میدن با این باورها و اعتقادات. به عبارت دیگه ایمان مساوی گرفته میشه، مترادف گرفته میشه با یک سری تئوری های متافیزیکی. مؤمن کسی قلمداد میشه که فی المثل معتقد هست خدا یکیست، نام او الله هست،
الله پیغمبرهایی رو فرستاده برای هدایت بشر و اسم اونها هم اینها هستند و کسی غیر از اینها هم پیغمبر خدا نبوده. این تئوری ها رو هم متکلمین پردازش میکنن، یعنی متخصصین دینی این تئوری ها رو پردازش میکنن و رفته رفته این تئوری ها شکل مقدسی پیدا میکنن و اصلا به صورت بت در میان و دینداران این تئوری های متافیزیکی رو این پرستش میکنن، در مقابل اونها تعظیم میکنن. به عبارت دیگه دینداران دکترین های دینی رو میپرستند و نه خداوند رو و این هم نوعی بت پرستی است. خداپرستی نیست بلکه نوعی بت پرستی است و این یک آفت شایع و رایج در بین دینداران هست، در همه سنت های دینی و همین آفت هست که باعث میشه دینداران اینقدر همدیگر رو تکفیر بکنن، چون نظام اعتقادی اونها علی العموم با هم متفاوت هست، دکترین های دینی اونها با هم تفاوت داره. به همین خاطر هم است که دینداران فراوان یکدیگر رو دشنام میدن. دیگرانی که باورهای اونها رو ندارن کافر قلمداد میکنن و اونها رو شایسته عذاب میدانن، شایسته سوختن در جهنم میشمارن. این انتقاد اول معنوی ولی نه مذهبی ها به دین رسمی هست. و اما انتقاد دوم اونها در دین سنتی تأکید مفرطی بر آداب شرعی، آداب عبادی و مناسک میره. به عبارت دیگه در دین رسمی عمق ایمان یک نفر سنجیده میشه با میزان پایبندی او به همین مناسک و آیین عبادی و شرعی. یعنی ایمان یک فرد محک زده میشه با حجم اعمال عبادی او، اعمال ظاهری که اون فرد انجام میده، اون اعمال فرمال و فرمالیستی. از همین رو هم هست که افراد دیندار بسنده میکنند به اینکه فی المثل نمازشون رو سر وقت به جا بیارن، الفاظی که در نماز بر زبان اونها جاری میشه، کارهایی که در نماز انجام بدن به همون شکلی باشه که فقیهان و مفتیان توصیه میکنن و وقتی که فرد این گونه عمل کرد دیگه خیلی خوشحال هست، راضی هست از اینکه دینداری او تأمین هست، ایمان او تأمین هست، چون که دینداری رو مساوی گرفته با انجام دادن همین کارهای عبادی. لذا به غلط او میپنداره که به غایت و نهایت دینداری دست پیدا کرده، ایمان او تأمین شده و این میشه یک دینداری قشری، یک دینی که قشر بسیار ستبری داره اما مغزی در اون وجود نداره. انتقاد سوم این هست که رهبران و سازمانهای دینی شدیداً به قدرت و پول علاقمند هستند. بله، بر منابر در کلیسا و کنیسه و مسجد مرتباً به دینداران روحانیون میگویند که این دنیا مزبله هست، پول مثل چرک بدن هست، نباید او رو طلب کرد، دنیا رو باید به دنیا دوستان واگذاشت و آخرت رو طلب کرد. اما در عمل خود این روحانیون در مذاهب دنیا پرسترین افراد هستند. برای پول، برای قدرت تک تک قواعد اخلاقی که در کتاب مقدسشون آمده زیر پا میگذارند. کافی است که به رفتار رهبران کلیسا در قرون وسطا ما فقط نگاه کنیم. برای 1000 سال روحانیون مسیحی چه کردند بر اروپا و اروپاییان و حتی امروز کلیسای کاتولیک اصلا یک امپراتوری مالی هست. بیش از اینکه یک نهاد دینی باشه یک نهاد مالی هست. آستان قدس رضوی در ایران که نماد امام رضا هست اصلا بزرگترین فئودال و سرمایه‌دار هست.
روحانیون شیعه، داعش، القاعده، روحانیون وهابی، اینها برای کسب قدرت، برای حفظ قدرت، تک تک امر و نهی‌های اخلاقی که در کتاب مقدس خودشون آمده رو زیر پا میگذارن. تبشیری‌های مسیحی، ایوانجلیکال کریسچن، که شعارشون این هست که God is love، خداوند عشق هست، خداوند محبت هست، یعنی مرتباً در کلیساهاشون شعارشون این هست که خداوند عشق هست، اما در عمل میبینیم که غالب جنگ هایی که در خاورمیانه صورت میگیره حامی اصلیشون همین تبشیری های مسیحی هستند. وقتی که یک کسی یک سیاستمداری ندای جنگ به سر میده، به خصوص در خاورمیانه، این تبشیری های مسیحی، لابی اونها در کنگره هست که پشتوانه این سیاست مداران هست و این اصلا مبالغه نیست. غالب جنگ هایی که در خاورمیانه صورت میگیره رو همین تبشیری های مسیحی پشتش هستن و اصلا یکی از گروه های عمده‌ای که باعث میشن بین فلسطینیان و اسرائیلی ها صلح و سازش برقرار نشه همین تبشیری های مسیحی هستند. اجالتا این مثال هایی است که معنوی ولی نه مذهبی ها ارائه میکنن، دال بر این که رهبران و سازمان های دینی شدیداً علاقمند به پول و قدرت هستند. و اما انتقاد چهارم اونها، انتقاد چهارم این هست که تربیت سنتی دینی آدمها رو متعصب بار میاره، آدمها رو به لحاظ فکری منجمد، بسته و راکد بار میاره. چرا اینطور هست؟ به خاطر اینکه هر دین سنتی میگوید که فقط من حق هستم و همه ادیان دیگه باطل هستند. فقط خودش رو بر حق میپنداره و همه ادیان رو باطل معرفی میکنه. فقط پیروان خودش رو اهل نجات میدانه و سایر خلایق رو اهل عقاب و عذاب. فقط پیروان خودش رو بر سبیل هدایت و در صراط مستقیم میبینه و سایر آدمیان رو در ضلالت و گمراهی. خب اگر کسی واقعا معتقد بود که همه حقایق انحصاراً در دین و آیین او هستند، دیگه چه نیازی داره این فرد که بره و از ادیان دیگه خبر بگیره، بره و ادیان و مکاتب دیگر رو مطالعه کنه و احیانا چیز جدیدی یاد بگیره؟ خب رکود و جمود فکری از همینجا ناشی میشه. همینطور اگر یک کسی همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه محسنات رو انحصاراً در دین و آیین خودش دید، نتیجه منطقیش این میشه که آدمیانی که دین او رو ندارن توحیدست هستند، انبانشون از نیکی ها و محسنات خالی هست و بعد مزاج چنین فردی شدیداً مستعد تبعیض هست، مستعد تبعیض بر علیه دگراندیشان و دگرباوران. به راحتی میشه چنین فردی رو شورانید و بسیج کرد علیه دیگران و اصلا پیاده نظام نهضت‌های فاشیستی، چه نهضت‌های فاشیستی سکولار و یا دینی، این گونه افراد هستند. یک کسانی که انحصاراً فقط و فقط هدایت رو در دین خودشون میبینن، خیرها و محسنات رو فقط در دین خودشون میبینن و همه آدمیان دیگر رو توحیدست و بیچیز میپندارن. خب اجالتا این 4 انتقاد عمده است که معنوی ولی نه مذهبی ها به دین سنتی دارن. ماحصل اعتراض اونها این هست که میگویند دین کارکرد
معنوی و اخلاقی خودش رو از دست داده. کلیسا، کنیسه و مسجد آدم‌ها رو معنوی نمی کنند، اخلاقی هم نمی کنند. چرا که هم و غم اونها روی مسائل ظاهری است، روی عقاید و باورهای درست هست، روی احکام و شعائر هست. اونها کمترین عنایت و توجهی به باطن آدمیان نمی کنند، کمترین توجهی به آنچه که در روح و روان دینداران، در شخصیت آنها میگذره نمی کنه. بنابر رأی معنوی ولی نه مذهبی ها، حالا که دین رسمی چنین سرنوشتی پیدا کرده، نمیتوان امر معنویت و اخلاق رو معلق گذاشت، معوق گذاشت، بلکه ما حالا باید یک بدیل، یک آلترنتیو دیگری رو پیدا کنیم که آدمیان رو به معنویت و اخلاق دعوت کنه، روی باطن آدمیان تکیه کنه، بر اونچه که در روح و روان و در شخصیت اونها میگذره عطف نظر کنه و به اون حساس باشه. و اون بدیل هم معنویت هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها spirituality. ما نیاز به معنویت داریم و نه به مذهب. خب حالا معنویت چی هست؟ کلیگویی هم نکنیم. وقتی که این گروه از معنویت سخن میگن و میخواهن آدمیان رو به او دعوت کنن، این معنویت معناش چی هست؟ ببینید، معنویت یک مکتب و آیینی نیست که اصول اعتقادی ویژه‌ای داشته باشه، احکام و شعائر و مناسک ویژه‌ای داشته باشه یا نظام روحانیت درش باشه، بلکه معنویت یک رویکرد به زندگی هست. Spirituality is an approach to life. معنویت یک فلسفه زندگی هست و از این رو معنویت دغدغه اصلیش اینجا و اکنون هست. دغدغه اصلی اون اینجا و اکنون هست. یعنی طالب و خواهان این هست که آدمیان در زندگی این جهانی خودشون به یک میوه ها و ثمرات مطلوبی برسن، میوه ها و ثمراتی که همگی در درون اونها، در وجود اونها و در شخصیت اونها شکل میگیره. خب اون میوه های معنوی چی هستن؟ غالب اندیشمندان میگویند که معنویت دست کم 4 ثمره و میوه مطلوب برای آدمی خواهد داشت: آرامش، شادی، امید و رضایت باطنی. اینها میوه های محمود، میوه های شیرینی هستند که یک انسان معنوی به دست خواهد آورد، اون رو تحصیل خواهد کرد. لذا انسان معنوی هیچ وقت نقد رو به نسیه متوهم نمی کنه. انسان معنوی میخواد که اون بهشت موعود رو در همین جهان، در همین زندگی، در جان خودش محقق بکنه. در همین زندگی اون بهشت موعود رو در درون خودش تجربه و تحصیل بکنه، نه اینکه آداب و مناسکی رو انجام بده، اورادی رو بر زبان بیاره، کارهایی رو انجام بده به این امید که در جهان دیگری میوه و ثمره او رو تحصیل بکنه و به دست بیاره. حالا اگر که در کانتکست فرهنگ دینی خودمون بخوام این حرف معنوی ها رو بزنم، معناش این هست که اگر که من نماز خوندم 5 نوبت در روز سر وقت و به همون فرمی که فقیهان توصیه میکنن، اگر من 30 روز روزه‌داری کردم، اگر سفر حج گذاردم، اگر زکات دادم، خب اینها باید در همین زندگی این جهانی آثار و نتایج ملموسی و قابل مشاهده‌ای برای من داشته باشند. اینها باید در من
احساس آرامشی ایجاد کنند. باید من رو یک انسان شاد، یک انسان امیدوار به زندگی بکنند. باید در من احساس رضایت باطنی ایجاد کنند تا من سرشار از انرژی مثبت بشم، من بتونم خلاق باشم، بتونم یک انسان مفید و سازنده‌ای برای اجتماع خودم باشم. خب اگر من اون کارها رو انجام دادم، اون عبادات رو انجام دادم، اما چنین احوالی رو پیدا نکردم، چنین میوه ها و ثمراتی در شخصیت و روح و روان من به وجود نیامد، معنیش چی هست؟ معنیش این هست که دینورزی من، دیانت من از معنویت تهی هست، بار معنوی نداره. لذا میخوام این عرض کنم که یک انسان معنویتگرا در بند ظواهر نیست، در بند امور فرمال نیست، یک آدم ظاهرگرا و قشری نیست، بلکه یک انسان باطنی هست. یعنی میخواهد که درونش تحول پیدا کنه، میخواهد که باطن مطلوب تری داشته باشه، احوال بهینه تری داشته باشه و این غایت قصوای یک انسان معنوی هست. خب این توضیحاتی است که مایل بودم در ارتباط با این نهله معنوی جدید در جهان مدرن با شما در میان بگذارم. اون نهله‌ای که معنوی ولی نه مذهبی نامیده میشه. حالا اجازه بدید برگردم به اون چیزی که در ابتدای سخن در میان آوردم و اینکه در عرفان و تصوف ما آراء و دیدگاه‌هایی مطرح هست که از جهاتی بسیار شبیه هست به این رویکرد معنوی ولی نه مذهبی در جهان مدرن. این هم حقیقتاً شایسته توجه هست و خوب است که ما به اون عطف نظر کنیم. من انشاءالله چون وقت این برنامه رو به پایان هست، یه توضیح مختصری درباره دیدگاه کلی عارفان و صوفیان ما که مشابه هست با آراء معنوی ولی نه مذهبی ها توضیحاتی را عرض میکنم و در برنامه آینده شرح و بسط بیشتری خواهم داد. ببینید، تصوف ما یک قدمتی داره تقریباً مساوی با قدمت خود اسلام. صوفیان از اواسط قرن دوم هجری در جامعه مسلمانان ظهور کردند. غالب پژوهشگران حسن بصری رو اولین صوفی مسلمان می‌دانند. صوفیان هم اهل معنویت هستند، اونها هم معنویت گرا هستند یا به تعبیر خودشون باطنی مذهبند. یعنی چی؟ یعنی که اونها اولا خواهان و مشتاق کشف باطن این عالم هستند که در صدر اون خداوند نشسته و دوم اونها خواستار و به دنبال پرداختن به باطن و درون خودشون هستند. اونها به دنبال پرورش درون خودشون هستند، پرورش شخصیت خودشون هستند. از این حیث اونها درونگرا هستند، اونها باطنی مذهب هستند، معنویتگرا هستند. اما از نظر اونها اسلام رسمی که در بین توده مردم رواج داره، اون اسلام رسمی و سنتی که در بین مردم ترویج میشه و شایع هست، اولا برساخته فقیهان و مفتیان و متکلمان و محدثین هست و دوما بار اخلاقی و معنوی قوی هم نداره و این یکی از صحبت‌های بسیار مهمی که عارفان و صوفیان ما دارند. یعنی این اسلام رسمی رایج در بین توده‌های مردم بار معنوی چندانی نداره. ببینید، بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام
رفته رفته یک طبقه سیاسی سر برآوردن در جامعه مسلمانان که سودای برپا کردن یک امپراتوری دینی داشتند. یعنی اونها توسعه طلب بودن. به خاطر همین هم هست که پس از رحلت پیامبر اسلام این گرایش در بین پاره مسلمانان شکل گرفت که ما باید از شبه جزیره عربستان خارج بشیم و قدرت خودمون رو توسعه بدیم تحت این عنوان که دین خداوند رو باید بر دیگران هم عرضه کنیم. لذا اینها دستاندازی می‌کردند به کشورهای مجاور، ایران، مصر و همینطور روم. اینها در اندک مدتی به دست مسلمانان فتح شدند. این طبقه جدیدی که البته تدریجاً شکل گرفت، این طبقه سیاسی جدید، پاره ای از مفتیان و مفسران و محدثین رو به استخدام خودش در آورد و این متخصصین دینی یک وظیفه عمده داشتند. به اونها پول داده میشد که یک کار مهم انجام بدن. اون وظیفه چی بود؟ اون کار مهم چی بود؟ این بود که یک اسلامی رو پردازش کنن که در خدمت این نظام جدید باشه، یک اسلامی رو پردازش کنه که تابع و حامی قدرت باشه. این متخصصین دینی آمدند و توسعه طلبی و امپراتوری سازی رو بردن زیر عنوان جهاد فی سبیل الله. یعنی گفتن که این توسعه طلبی، این دستاندازی به کشورهای دیگه، این امپراتوری جدید رو مصداقی از جهاد فی سبیل الله قلمداد کردن و عرضه کردن. به عبارت دیگه به غارت، چپاول، استثمار و استعمار دیگران یک رنگ و لعاب اسلامی دادن، یک رنگ و لعاب شرعی دادن و اصلا امپریالیسم دینی بنی امیه و بنی عباس دقیقاً این گونه شکل گرفت. این یک چرخش شدید در اسلام بود. یعنی دین اسلام تدریجاً تبدیل شد به یک ایدئولوژی سیاسی در خدمت این قدرت استعماری جدید. زهد و تقوا که بزرگترین شاخصه زندگی پیامبر پسند بود، این جایگزین شد با لذت‌جویی، کامجویی و مادیگری. زندگی صاف و ساده دوران پیامبر اکرم جایگزین شد با زرق و برق، لوکسگرایی و همینطور تجملگرایی. در یک چنین فضای اجتماعی بود، در یک چنین حال و هوایی بود که صوفیان اولیه ما ظهور کردند: حسن بصری، رابعه، ابراهیم ادهم و دیگران. لذا میخوام این عرض کنم که بدون کمترین تردیدی تصوف یک عکس‌العملی بود به ظاهرگرایی، تجملگرایی و فساد فراگیری که دامنگیر جامعه مسلمانان شده بود. صوفیان البته مجاهد بودند، اونها هم جهاد رو انکار نمی کردن. اونها هم درست مثل مفتیان و فقیهان حکومتی و دولتی جهاد رو یک فریضه واجب می دانستند و با جدیت به جهاد می پرداختند، با یک تفاوت بسیار مهم. در اسلام رسمی که دستگاه خلافت ترویج می کرد، جهاد همواره جنگ بر علیه دیگران بود، جنگ بر علیه کافران بود. اما برای صوفیان جهاد جنگ بر علیه خیشتن بود، جنگ بر علیه کافر درونی بود، اون کافری که در درون فرد ما آدمیان وجود داره. و من فکر میکنم که حرف اصلی، انتقاد اصلی
صوفیان ما در این زمینه رو میتوان در این بیت شعر اونها خلاصه کرد. گیرم که 1000 مصحف از برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. خب گیرم که تو 1000 تا کتاب مقدس دینی رو هم از حفظ داری، همه احادیث و روایات نبوی رو هم میدانی، با اون کافری که در درون خودت نشسته چه میکنی؟ چرا تو جهاد نمی کنی با اون کافر درونی، اون کافری که سکاندار نیات تو هست، سکاندار امیال و آمال و آرزوهای تو هست، اون کافری که در درون تو نشسته و زمام گفتار، پندار و کردار تو رو به دست داره و به جای اینکه تو سودای سربالا داشته باشی در تو سودای سرپایین ایجاد کرده. چرا با اون کافر درونی تو جهاد نمی کنی؟ خب پیداست که تصوف از بیخوبون با اسلام رسمی مفتیان و فقیهان و متکلمین تعارض داشت. آثار صوفیان و عارفان ما پر هست از نقدها و انتقاداتی که اونها به اسلام رسمی داشتند، Organized اسلام. لذا از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، صوفیان و معنوی ولی نه مذهبی های جهان مدرن یک دیدگاه مشابهی نسبت به دین رسمی دارند، یک ارزیابی نسبتاً مشابهی نسبت به دین رسمی دارند. چون که هر دوی اونها معنویت گرا هستند، به این قشریگری و ظاهرگرایی که شاکله دین سنتی هست اونها مخالفت دارند و به دین رسمی و سنتی هر دو پشت میکنن. اما و صد اما که صوفیان ما و معنوی ولی نه مذهبی های جهان مدرن یک اختلاف چشمگیر هم با هم دارن که من مایلم انشاءالله در برنامه آینده به شرح و بررسی اون بپردازم، و اون این هست که معنوی ولی نه مذهبی های امروزی دین رسمی رو نقد کردن و در نهایت از دین به طور کل عبور کردن، به طور کلی دین رو رها کردن. صوفیان و عارفان ما هم دین رسمی و اسلام سنتی و رایج رو نقد کردن، در اون خلل‌ها دیدن، در اون کاستی‌ها دیدن، آفات فراوان دیدن، اما به جای اینکه دین رو به طور کامل ترک کنن و رها کنن، یک خوانش و یک قرائت باطنی از دین عرضه کردن. یعنی اینکه اونها اسلام رو ترک نکردن، اسلام رو ازش عبور نکردن، بلکه در سرزمین اسلام برای خودشون یک عمارت جدیدی ساختن، یک عمارتی که متفاوت بود با عمارت فقیهان و مفتیان و متکلمان. اونها برای اون سیستم معنوی خودشون یک پشتوانه دیگری ساختن، یک خوانشی از اسلام عرضه کردن که اون رو ممتاز میکرد از اون خوانش رسمی و سنتی اسلام، خوانشی که هم معنوی بود و هم مذهبی. و این پیام مهم من در این برنامه است که صوفیان ما، عارفان ما هم مذهبی بودند و هم معنوی. یعنی اونها یک سیستم معنوی، یک سیستم جامعی ارائه کردند که در اون آدمی میتواند هم معنوی باشد و هم مذهبی، به شرطی که البته مذهب درست تبیین بشه، به شرطی که اجزای مرکبه مذهب در سر جای خودشون قرار بگیره و اینطور نباشه که یک عضوی، یک جزئی بیاد و سایر اجزا رو برش سایه بیندازه. طوری نباشه که معنویت قربانی مسائل ظاهری و مسائل قشری در دین بشه. اینطور نباشه که باورها و اعتقادات و همینطور اعمال و شعائر دینی بیان و
معنویت و اخلاق رو به حاشیه برانن، اون رو به کناری بزنن. حالا سوال اینجاست، صوفیان و عارفان ما چگونه توانستند یک سیستم جامع ارائه بدن، یک سیستم جامعی عرضه کنند که در آن آدمی بتواند هم معنوی باشد و هم مذهبی، نه اینکه معنویت قربانی مسائل قشری و ظاهری بشه. خب وقت این برنامه به پایان رسیده. انشاءالله من در برنامه بعد به این سوال بسیار مهم پاسخ خواهم داد که چگونه صوفیان و عارفان ما یک خوانش و قرائتی از اسلام عرضه کردند که معنوی بود، یک خوانش و قرائتی که به آدمی اجازه میده معنوی و اخلاقی باشه و در این حال مذهبی هم باشه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایض بنده در این برنامه توجه کردید سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.